سلام دوستان، خیلی خوشحالم به این آموزش امروز داریم با آموزش کالافیس. پس تا آخر ویدیو من همراه باش. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک کامنت یادتون نره، بزن بریم سراغ ویدیو. خب دوستان عزیز، این از کالافیس روی این خود کالافیس چند تا عدد داره: 10 20 30 40 50 60 70 80 90. این هر دوری که میزنه 100 تا حساب میشه. ما از این مشخصه سیمی که میگیریم اگه مثلا 80 تا بود دور میزنیم 80 تا، مثلا 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا 40 تا 45 تا 50 تا 55 60 65 70 75 و این هم 80 تا. این اگه بیاد روی صفر میشه 100 تا، یعنی 100 بود. به ازای شمارش سیمی که ما شماردیم اگه 100 تا بود 100 تا میزنیم، 80 تا بود 80 تا میزنیم، 200 تا بود 200 تا میزنیم. حالا با کالافیس به دو دسته تقسیم میشن: متحد مرکز و مساوی. قالب‌های متحد مرکز، قالب‌های کوچک، متوسط و بزرگ هستش و قالب‌های مساوی مونم. قالب‌های مساوی اگه گام 1/6 باشه، اولی هم 1/6، دومی هم 1/6، سومی هم 1/6، چهارمی هم 1/6، هیچ فرقی نمیکنه. ولی قالب‌های متحد مرکز اگه اولی 1/12 باشه، دومی 2/11، سومی 3/9 هستش. بعد دو تا فک داره. این فک ها باز سبت پیشه باز میشه. دوستان عزیز، یک دونه واشر هم داره که ما این واشر رو باید پشت کالافیس قرار بدیم. جلوی کالافیس هم بذاریم. یک دونه میله وسط هم داره که برای ترانسپیشی هستش. لنفای قالب گذاشتن. من نقشش هم برای شما قرار میدم: متحد مرکز و قالب مساوی. خب دوستان، چند رو میپیشیم به این صورت یا به این صورت. چند رو میپیشیم به اینجا میگیریم. از این یک میذاریم. حواستون باشه که موقعی که دارین شما کلاف میذارید کلاف به جای گیر نکنه و شما دستتون به بدن کشیده به این صورت و صاف کلافتون رو میده. اینجا هم نشون میده که تعداد دوری که میزنید چند تا هست. اما مثلا به عنوان مثال تعداد دور اون 50 تا بود و 50 تا میزنید، یا مثلا 30 تا 30 تا. و دوستان عزیز، کلافتون رو ول نکنید که سیم مثلا شل میشه. سیم جوری سیم شل میشه و دیگه نمیشه. بعد دوستان عزیز، ما الان مثلا 30 تا زدیم، میخوایم بریم سراغ دومی. از اونجایی که ما سیمو بستیم شروع میکنیم.
مثلا اون تندتا رو زدیم، سیمی که ما سرسیمی که قرار دادیم از همون طرف میایم به این سمت. اگه ما از این طرف بخوایم بیایم اشتباه هستش. ما از هر جایی که سرسیم داریم، همه سرسیم ما اینجا دیگه، سرسیم ما اینجا هستش، ما از همین طرف میایم اینجا و خلاف رو صفر میکنیم. دوباره مجدد شروع بداریم. بعد این ما اشتباه رفتیم، خلاف رو شل نکنید، خود سیم رو بکشید و ادامه خلاف رو بدید. اما موقع بازخنده حواستون باشه که پاتون رو سیم گیر نکن. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار شما. بعد این قالبی که ما زدیم قالب مساوی هستش. اگر اولی 1/6، دومی 1/6، سومی هم 1/6. ولی قالب معتدل مرکز فرق داره. اولی 1/12، دومی 2/11، سومی 3/10. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار شما. خب دوستان، این از نقشه مساوی معتدل مرکز. قالب مساوی ما و قالب معتدل مرکز. قالب مساوی اگه اولیش 1/6 باشه، دومی هم 1/6، سومی 1/6، چهارمی هم 1/6. ولی قالب معتدل مرکز اگه اولیش 1/12 باشه، دومی 2/11، سومی 3/10 هستش. دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار.